خانومی که متأهل هستن با برنامه ریزی همسر خودشون وارد همراهان وفادار سلبریت سودا، سلام. امروز لایو مهراد رو داریم در مورد بهار. مهراد به این قضیه اشاره میکنه که بهار که قبل از برنامه متأهل بوده و الان همچنان متأهل هست، گویا با همکاری همسرش وارد این برنامه شده بوده. خیلی عجیبه نه؟ از طرفی بهار یه مدت عکسای ازدواج و همسرش رو از صفحه اینستاگرامش هاید کرده بوده، الان دوباره اونها رو برگردونده. بریم با هم دیگه لایو مهراد رو ببینیم. منتظر نظراتتون هستم. ببینید دوستان، من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. واقعا بیشتر از این نمیخوام که شما رو درگیر کنم، نه اعصاب روانتون به هم بریزه. یه سری مسائل انقدر سطح پایین و بی لوله که اصلا نیاز نیست بهش پرداخته بشه. همه چیز خیلی واضح و خیلی عیانه، نیازی نیست اصلا بخوایم خیلی موشکافانه بررسی کنیم. اگه خیلی سطحی هم نگاه کنیم همه چیز کاملا مشخصه. ببینید خانومی که متأهل هستن با برنامه ریزی همسر خودشون وارد برنامه پارتنریابی میشن و با عواطف و احساسات آدم ها بازی میکنن، یک جمعیتی رو مسخره خودشون میکنن و بعد از اون پرروتر میان عکس و استوریاشون رو برمیگردونن با همسر خودشون. فکر میکنم این خانم تکلیف خودشون رو مشخص کردن و افرادی هم که فن ایشون هستن، طرفدار ایشون هستن، مطمئنا شخصیت هایی هستن با طرز فکر دقیقاً مشابه خود ایشون که ایشون رو الگوی خودشون قرار میدن و میپسندن. من کامنت های زیر پستام رو نمیبندم. اتفاقا دوست دارم که این فحاشی ها دیده بشه، چون این نشون دهنده شخصیت فنهای اون آدمه. شما خیلی راحت با یه نگاه سطحی میتونید شخصیت یک فرد رو از طریق طرفداراش بشناسید. یعنی اگر نگاه کنید که ایشون چه طرفدارایی داره و کیا طرفدار ایشونن و دنبال ایشونن، مشخص میشه که خود شخص ایشون چه شخصیتی داره. من فکر میکنم بیشتر از این نیاز به توضیح نباشه و پرداختن به ایشون هم باعث کسر شأن من و طرفدارای منه. متاسفم، فقط همینو میتونم بگم. چقدر میتونید واقعا، یعنی واقعا به قول خودتون چیزی برای از دست دادن ندارید. من به شخص خیلی چیزا برای از دست دادن دارم که جلومو میگیره. یعنی اگه کار اشتباهی میکنم، حرکت اشتباهی میکنم، اون چیزایی که برای از دست دادن دارم اینقدر مهمه که سعی میکنم سریع اونا رو درست کنم. شما چطور واقعا همچین کاری با خودتون میکنید؟ یعنی واقعا خانواده‌ای ندارید که شما رو نگاه کنن، یا چیزی نیست که مایه همسری شما باشه؟ چطور ممکنه همچین چیزی؟ چطور امکان داره یه خانم متأهل با برنامه ریزی همسر خودش وارد برنامه پارتنریابی بشه و عواطف و احساسات مردم رو به بازی بگیره و یه جماعتی رو مسخره خودش کنه فقط برای دیده شدن؟ البته اینم بگم این خانم با توجه به پستاشون کاملا مشخصه که برای دیده شدن چه کارهایی که نکردن، ولی متاسفانه پلن‌هاشون اونقدر موفق نبوده و نشستن فکر کردن گفتن چیکار کنیم. خب یه همچین برنامه‌ای قطعا این برنامه ترند میشه، پس بیایم عکسامون رو پاک کنیم، بعد وارد برنامه بشیم. مخاطب که جذب شد، بعد فکرشو نمی‌کردن اینقدر گندش در بیاد دیگه، فکر نمی‌کردن که اینقدر دیگه خوب بخواد همه چیز بولد بشه. بعد از اینکه گندش در اومد شروع کردن گفتن که خب چیکار کنیم، دست پیش بگیریم پس نیفتیم. سریع شروع کردن عکساشون رو با همسرشون برگردوندن و اعلام کردن که رسما مردم رو مسخره خودشون کردن. و دوباره تکرار میکنم، افرادی که طرفدار این خانم هستن دقیقاً شخصیتی دارن مشابه با طرز فکر ایشون، یعنی دقیقاً خود ایشونن. طرفدار یک فرد، فن یک فرد نشون دهنده شخصیت اون فرد. من دوباره میگم، اونایی که نبودن بدونن، کامنت زیر پستای من پاک نمیشه تحت هیچ شرایطی. به تمام ادمینا گفتم پاک نشه، چون کسی که میاد فوش ناموس میده و طرفدار اون آدمه
از کاملا شخصیت اون آدم رو نشون میده. اصلا نیازی نیست که من بخوام بیام واکنشی نشون بدم. شما یک جا نمیبینید، یک گوشه، یک کامنتی نمیبینید که طرفدار من بیاد فحاشی کنه. من 15 تا ادمین توی تلگرام دارم و مدام 24 ساعته دارن کنترل میکنن که به هیچ کسی، نه من، هیچ کدوم از شرکت کننده ها فحاشی نشه. اگر کسی نقد داره براشون ساعتها وقت میذارم، توی گپ تلگرام لایو میذارم و صحبت ها رو میشنوم. چرا؟ چون برای مخاطبم ارزش قائلم. ولی کسی که خودش اینه چه انتظاری از طرفداراش میده؟ و خیلی خوشحالم که انقدر قوی بودم، انقدر مردم به من لطف داشتن که واقعا صحبت کردن در مورد بعضی‌ها کسر شأنه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. نگاه کنید، فکر میکنم خودتون خیلی قشنگ متوجه هر چیزی هستین. و اینم بهتون بگم، این دسته از افرادی که میان فوش ناموس میدن زیر کامنت ها یا هر چیز دیگه ای، ببخشید، نه تنها به من بر نمیخوره بلکه تمام این فحاشی ها به سمت خودشون برمیگرده. و من دوست دارم که اون کامنت ها اونجا باشه و مردم بیان و ببینن که چه کسی طرفدار این افراده. خیلی چیز مهمه، خیلی مهمه. خدا آخر عاقبتتون رو بخیر کنه. واقعا ارزشش رو نداره. دیده شدن به هر قیمتی نمیارزه. زندگی شخصیتون به خودتون ربط داره. اصلا این مسائل اصلا چی کار میکنید به من ربطی نداره. فقط ناراحت اون دسته افرادی هم که به اشتباه و از روی شستشوی مغزی که ایشون داده و از روی رفتاری که فیکی که از خودشون نشون میدن یه سریا گمراه شدن. البته تو این یکی دو قسمتی که امشب و فردا، امشب و هفته آینده میبینید، کاملا اونام از گمراهی در میاد. و خواستم یه بار دیگه تشکر کنم از کسایی که واقعا لطف داشتن به من، پیام دادن، ابراز ناراحتی کردن، برام کلی چنل و گروه و گپ فرستادن که اسم من توش بوده. من احساس میکنم تا اینجای کار سعی کردم به هیچ کس واکنش نشون ندم، حتی خانم الهه و آقای دانیالی که من هیچ وقت نجایی بهشون زدم ولی ایشون مدام در گپ هاشون، در استوریاشون شروع میکنن به تمسخر و سعی میکنن که از طریق اسم من دیده بشن. همین، واقعا جای تأسفه. اگه دقت کرده باشین من با هیچ کسی دشمنی ندارم، حتی خانم نگاری که همه روشونن من باز کاری باشون ندارم، یا افراد دیگه. من اصلا با کسی مشکل ندارم. خانم ترانه، شما اصلا جایی دیدی من راجع به کسی بیام صحبت کنم؟ ولی این خانم عجوبه ایه. یعنی یه جایی از برنامه من این رو اعلام میکنم و میگم که من خیلی چیزها دیدم ولی شما کلا در یک لیگ دیگه بازی میکنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. دوستتون دارم. مرسی از وقتی که میذارید. تا جایی که بتونم واقعا کنارتونم. یه چند مدتی در ارتباط با قضیه متأهل بودن بهار یه استوری جالب هم از امیرحسین ببینیم. در پاسخ به یکی از بیننده ها که پرسیده آیا من هم میتونم با شوهرم تو این برنامه شرکت بکنم، یه جواب دو پهلو داده و در واقع به بهار تیکه انداخته. اگه بتونی نقشتو خوب بازی بکنی، با شما هم هستم، اگه بتونی نقشتو خوب بازی بکنی کسی متوجه نشه، چرا که نه، حتما شما میتونی حضور داشته باشی تو برنامه. حالا بریم سراغ صحبت‌های ماهرخ در مورد وضعیت نابسامان ویلای عشق ابدی در مورد بهداشت. ماهرخ ادعا میکنه که اونجا آب کافی برای حموم کردن نداشتن و یا یه سری مباحث دیگه تا فشار بیشتری روی شرکت کننده ها باشه تا بتونن سناریوی جذابتری رو به بیننده ارائه بدن. واسه ما ناخونکار نمی آوردن که ناخونامون رو درست کنیم و مشکل همه ما یکیش این بود. یکی دیگهش این بود که آب یخ بود و نمیتونستیم راحت دوش بگیریم، یعنی به سختی با آب یخ دوش میگرفتیم.
همه اینا دلیلش واسه این بودش که ما نتونیم آرامش زیاد داشته باشیم و بتونیم اون پروژه رو هندل کنیم و اون حالت هیستریک رو داشته باشیم و بتونیم تولید محتوا کنیم و خب اینا فکر هوشمندانه کارگردانه که این کارا رو انجام میده به خاطر اینکه پروژه بهتر پیش بره. اولا که آرایش دخترها دست خودشون بود، حتی من ویدیو هم دارم بابت این قضیه که خودشون آرایش میکردن. گزینه بعدی همون بود. آب واقعا اوکی بود، داغ بود. حالا یه سریا میان میگن آب اونجا سرد بود و فلان. نه آقا، یه سریا همون دوست نداشتم بره. کسی که به تمیزی خودش بخواد برسه با آب سرد و گرم که هیچ خودشو تمیز. این هفته این کسی که حذف میشه تو قسمت 60 به نظر من به حق حذف میشه. به چیه؟ سر همین قضیه خب من فکر نمی‌کنم مثلا عذاب وجدانی نسبت به حذفشون داشته باشن یا اینکه بگم و توی اسمشون هم الف داره. الف